سمت نگین. واسه چی داری میری؟ بچه اینجا هم که حالا اومدیم پارکینگ آقا نگین. چقدر جاده ها رو رد کردیم تا برسیم به نگین. چند صد کیلومتر از پشت کوه اومدیم. مدت ها برادران یوسف اینجا دانیال ارجمند هستن با بلاک های سمی. بله بچه اومدیم ما الان تقریبا 1 ساعت و نیمه که داریم تو خیابونا میگردیم دنبال پیتزا. برادر عزیزم میخواستیم چالش بطری بگیریم، چالش بطری که اینجوری بنزین و اینا. دانیال ارجمند. این ایده آقا دانیال بوده. دانیال ارجمند الان خانومه چیکار کنم؟ آره دیگه یه خانم به چشم خواهری رفتارهای اینجوریتون رو بزنین کنار واقعا. بعد نه ما الان طرفای نگینیم همشون به چشم خواهری نگیم. نه اون نگیم داریم تصادف میکنیم. خب دوستان ما داریم میریم به سمت سمت چی داریم میریم؟ سمت نگین. مجتمع نگیم نه اون حالا حالا واسه چی داری میری؟ ببین مجتمعشو بگو چون فکر بد نکن. واسه چی داری میری؟ ببین مثلا همیشه فرگال کار خیلی مهمه. بقیه میان نگین نمیدونم چیکار میکنن. میان نگین چیکار میکنن؟ میان کافی شاپ میان میگردن خرید میکنن اینا پاتوقشونه مثلا. رفتارهای اینجوریتون رو بزنین کنار. ما میان چیکار؟ الان معلوم میشه. الان میریم داخل میفهمیم. شاید فکر کنم ما اومدیم اینجا پیتزا بخریم ولی اشتباه. نه اینجا پیتزا نداره. اینجا پیتزا شاید داشته باشه. بچه اینجا هم که حالا اومدیم پارکینگ آقا نگین. بچه ما در تاریکی داریم راه میریم. آره خیلی ها از من و سپر حالا از من بیشتر. چرا عینک میزنی؟ دوست دارم. جواب. آره چون دوست دارم. اینکه فشار بخور، جر بخور، بسوز، پاره شو. از امروز روزی 30 تا جدی بخوام بهتون بگم بچه‌ها من یه چیزی تو چشممه. دکتر رو گفته که تو میتونی تو نور شدید عینک بزن که بزرگتر نشه. این لکه از الان نشونتون میدم. مثل من نمیاد. یه لحظه وایسا همینجا وایسا. نه بیا این وقت نور بیفته رو. خب بذارید از بیداری داره مغزم منفجر میشه. تو اینو عینک بزن حتی تو شب. آره ولی فرگال دوست داره هیچ سری. ما وارد نگین شدیم بالاخره بعد از سالیان دوم. ببین چقدر کوه ها رو چقدر جاده ها رو رد کردیم تا برسیم به نگین. چند صد کیلومتر از پشت کوه اومدیم. پشت کوه اومدیم. بچهای پشت کوه کامنت بذارید. بچهای پشت کوه کامنت کوه بذارید. آره الان داریم میریم به سمت چی؟ آها همین بهش گفتم تو همین بیام جلو اینه چی بشه؟ همین دیگه همین بریم چیش دیگه بریم یه دودی بگیریم بیا بریم. آره بیا آقا مسعود نداره. ببینیم این خانم چی کار میکنه. آقای بنازم بچه های خانومه میخواد یه پرتاب سنتیازی بکنه احساس میکنم رید. خب بچه ها الان دیگه فکر کنم فهمیدیم واسه چی میاریم تو دستشویی. واسه چی میاریم؟ برای اینکه فرگال بیاد دستشویی چون که جیش کنیم. کنترل خب بریم واسه ادامه چیکار؟ بریم واسه ادامه ویدیو. خیلی ها این پرسان واسه چی میاریم نگین. فهمیدیم واسه چی میاریم تو دستشویی. آره واسه این میاریم بچه ها. واسه اینکه تا من
من توضیحات بیشتر بدم چون بچه فرگار یه آدم راست روده ایه و مثل پرندار نمی‌تونه. برو چرت و پرت. آره بچه دعا کنید تو کامنت اومدیم اینجا بنزین بزنیم. این آقا که میبینید آقای بنزین زنه. بنزین زن چی؟ خب دوستان ما رسیم اومده. بابا نه تن بگو بگیرم سلام دوستان برم من یه دنیا میگیم چالشه خیلی ساندویچی تو بطری خوش اومدید بطری و شبچهره لابیا خب بچه ها چالش از این قراره که هر کی بطری رو صاف انداخت میتونه از این غذا بخوره. اینجا خانم سایه رو داریم و نور پرداز به بچه های پشت سر بچه های نور پرداز خب بچه ها صداگیر نکن بچه ها بریم واسه این چالش بزا من اینه که بازم تمرکزم نفر دو بچه جای نور درسته او مای گاد بچه میخوام یک دو بایستا نه یه باره تو چی بخوری؟ میتونی بخوری الان بهم گفتن میتونم بخوام بخوری اصلا عجب اصلا عجب نکن گوجهش براتون نگه نمیدم وایسا بسر نمیدونی چه مزه میدیم مزه سگ میدیم تو نکن بچه ها خودش میدونه من استاد این حرکت ها مشخص الان داره گم میخوره قبول کن یکم بیاده دست در نکنه آقا بطری خرابه یکم آبشو خواهی و یه ذره آب خالی کن سزا آخر باز منم بازی سپه رعوف تو کامنت نه آقا به خودت رحم کن بچه یه دونه بیشتر نگرفتیم اگه دوتا بود دیگه انقدر هرس نداشتن بده من بده من وایسا نمیخوام نمیارزی یکی برات میخوام تو نتونستی من باید بزنم بیا آن کرد من طرف سایه رفتم بهش بدیم بیا طرف تا طرف خودت میخوای بگیری ساندویچ رو میخوره بعد میندازه نه وایسا بیا سایه داره میخوره و من میخوام تو رکورد جدیدی ازش بگیرم ساندویچو نخور بس نرو مریم میدونی عاشق چشماتم به خدا خیلی خاطر خاطم من مثل خرداشی چوخ اوه بده مثل خرداشی چوخ بچه اینقدر مونده واقعا الان اگه اینجوری انداختم بچه ها اگه اینجوری انداختم کل ساندویچ واسه من باشه اگه موند میتونی سایه تلاش آخر خدا برنده مسابقه منم فکر کنم بیشتر از همه حتما اگه خوشتون اومد سابسکرایب کامنت لبنانی آلمانی فرانسوی یه کجایی داشتم چند تا کشور دیگه هم بذارید در اون. عربی عربی نه دیگه داره زمینه میمیره باید نوبت کسی نبوده جز تو دیدی چی شد؟ ویدیو تموم شد وای تموم شد ساندویچ هم تموم شد بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه آره و اگه خوشتون اومده سابسکرایب نماله
کامنت لبنانی سابسکرایب کنید سابسکرایب برو گم شو یه بلاموزی سابسکرایب تا کنید ویدیوی بعدی پیس بچه الان خداحافظ